سلام سلام بچه ها، چطور حال شما؟ کتاب تازه داریم، بیاین به داستانیتا. شب یلداتون مبارک باشه بچه های عزیزم. حتما میدونید که یکی از کارهایی که توی شب یلدا انجام میدن قصه و شعر خوندنه. منم میخوام امشب قصه شب یلدا رو براتون تعریف کنم. آماده اید؟ یکی بود، یکی نبود. در روزگاران قدیم توی یه ده زیبا و قشنگ پیرزن مهربونی زندگی میکرد به نام ننه سرما. ننه سرما توی یه خونه قشنگ که کنار اون درخت اناری بود روزگار خودشو سپری میکرد. خونه ننه سرما پر بود از گلای قشنگ، دیوارای رنگارنگ، پنجره‌های رنگی و پرنور. بچه‌ها، اما ننه سرمای قصه ما خیلی تنها بود چون بچه نداشت. خلاصه یه شب از شبای سرد سال که هوا خیلی سرد بود، ننه سرما توی خونه قشنگش نشسته بود و منتظر بود تا فصل زمستون از راه برسه. آخه ننه سرما خیلی زمستون رو دوست داشت. میدونید چرا؟ واسه این که میتونست تو زمستون آدم برفی درست کنه. ننه سرما عاشق آدم برفی بود. آدم برفی درست میکرد، کلاه براش میبافت، شال گردن میبافت، بعدش هم مثل بچه خودش همه زمستون رو مراقبش بود. خلاصه اون شب ننه سرما کنار بخاری زغالی خونش نشست. از سماور طلاییش یه استکان چای خوش عطر و لبسوس برای خودش ریخت، تکیه‌شو داد به پشتی نرمش، زیر کرسی نشست. از پنجره بیرون رو نگاه میکرد. حتما میدونید که منتظر چی بود؟ منتظر بود ببینه آیا دونه های برف بالاخره از آسمون میبارن که فصل زمستون شروع بشه یا نه. خلاصه همینطور که ننه نشسته بود و از پنجره چشم دوخته بود به آسمون، رفت توی فکر. با خودش فکر میکرد که کاش که اونم یه بچه داشت که الان پیشش بود. نوه‌هاش دور و برش بودن، براشون از درخت کنار خونه انار میچید، تو کاسه واسهشون دون میکرد، اسباب بازیای نوه‌هاشو میآورد و اونا دور و برش بازی میکردن. براش از شعرهای خوبی که توی مهد کودک یاد گرفته بودن میخوندن. اونم براشون دست میزد و ساعتها براشون قصه میگفت تا این شب طولانی زودتر سحر بشه. خلاصه همینطوری که ننه سرما نشسته بود و خیره شده بود به آسمون، یهو اولین دونه برف رو دید. اون دونه برف از آسمون قل خورد اومد پایین، نشست لب پنجره ننه سرما. ننه سرما چشماش گرد شد و لباش خندید. گفت آخ جون، بالاخره زمستون از راه رسید. میتونم فردا صبح که شد برم بیرون و آدم برفی درست کنم. بچه ها، ننه سرما یه نگاه به دونه برفه که افتاده بود لب پنجره انداخت. یهو یه چیزی رو دید. با تعجب دید که دونه برف داره بهش لبخند میزنه. بعدم تق و تق زد به شیشه، یه ابرو بالا انداخت و به ننه سرما اشاره کرد که پنجره رو باز کنه تا بیاد تو. ننه سرما فوری پنجره رو باز کرد. میدونید چی شد؟ وقتی دونه برف از پنجره پرید خونه ننه سرما، دستشو باز کرد و سرشو بالا گرفت. ننه سرما دید دونه برف تبدیل شده به یه دختر بامزه سفید لب‌گلی با موهای بلند مشکی. دخترک به ننه سرما لبخندی زد و سلام کرد. ننه سرما از تعجب دهنش باز مونده بود. گفت واه، تو دیگه کی هستی؟ از کجا اومدی؟ دخترک گفت اسم من یلداست.
من یه دونه برفی بودم اون بالا. وقتی دیدم تو اینقدر مهربونی و آرزو داری که بچه داشته باشی، خواستم آرزو تو برآورده کنم. از این به بعد من دختر شما هستم. خلاصه از اون روز به بعد ننه سرما دیگه تنها نبود. دختر مهربون و شیرین زبونش یلدا کنارش بود. ساعتها براش قصه میگفت، واسش انار دون میکردن و با همدیگه خیلی خیلی بهشون خوش میگذشت. خب عزیزای قشنگم، امیدوارم که از این قصه زیبا لذت برده باشین. حالا همینطوری که دارین میخوابین توی دلای مهربونتون دعا کنید. از خدا بخواین که هیچ پدر بزرگ و مادر بزرگی هیچ وقت تنها نمونن. دوستتون دارم بچه های قشنگم. بازم یلدا مبارک.